سعید فطرده بر کافه امتی اسلامیگه بالخصوص معبدگاه الهیه kelgan insonlar sizlarga tabrik va tahniyat arz etaman va sizlarni tariqlaringizdan ahli komilhoyiki najib va dindo'st dinparvar bo'laga tabrik va tahniyat arz etaman. Aziz musulmonlar, buruzgi darsimiz درباره نشانه و علائم قبولیت روزه و اوش انسانlarga که روزه فرض نشانه علامه قبولیت نمرسده و قضا بوسه نمقلده و ادای کفارت نمره قمدش بارگه سلامنم داخل صحبت بلسم برگردان بر زبان دعیشی بوده که علائم و نشانه های روزه ماه شریف رمضان و برگرداننده های قضاییش روزه هایی که فوت شده و ادای کفاره آن از چی قرار است شبارک سلامنم داخل صحبت بلسم. الله رب العزت آیه مطلوبه میروالی قلده که ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم. ربنا ای پروردگارا، ای الله رب العزت، ای الله، ای خالق یگانه، تقبل منا قبول بزدرن طریق بزدن یا الله قبول بزدردن طاعت عبادت بندچلی بزد قبول قگن انک انت السمیع العلیم یقینا سین یشتکن سن علیم دانا و بلفتاختگن ذات سینسن. ای الله طاعت و بندچلی که بزده بر آی روزگه قلدی، نمازهای نفل ادا قلدی، فرضی بجاگه کتدی، نمازهای فرضی که جماعت که اقدی، روزانه تتی، اوابون اشراق و تهجد و صلات تسبیح اقدی، ای الله منسین وز درگاهی قبول خلد کندگر روز بروز. اهل دل انسان لدن سورلگن کلا ای بزرگوار، ای انسان هایی که سلر الله رب العزت تعالی دیگه جایگاه مقام ویژه خاص دارد با نمیچون روزهایی که برید دلار سلر غمگین اندوه و حزن و سلر ذکر غمگین بلب توقتای سلر بولاید کنه که بزد طاعت عبادت که قلدی بلمای بز کشه الله رب العزت تعالی دیگه قبول بولدم یا بو مهدمه بندشری قلدی، عبادت قلدی، نماز قلدی، روزه تتی، زکات بیردی، اما مودی بلمای بس که الله رب العزت منو وز درگاهی قبول قلدم یا قمدمه بندشری بزن نقصانات کوتاهلی بار خامخا ریا بالقوگم و مسیح سمعه بالقوگم و مسیح الله شجاعت نیدادی که ربنا ای پروردگارا، ای الله تقبل منا قبول بزدردن طاعت عبادت لره بزی سین سمیع و علیم سن.